موی سر مرد تا چی اندازه دراز کردن جایز است؟ چی طور موی سر باشد در شریعت؟ ما نظر میکنیم به موی سری پیامبر صلی الله علیه و سلم. امام الترمذی رحمه الله، یکی از علمای سلف، کتاب نوشتن، نام کتابشون شمائل النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی همون صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم، موی پیامبر، ریش پیامبر، لباس پیامبر چه خیلی بود. در همینجا میگن که موی رسول الله از همه درازترین حالت یک شد، از همین نرمی گوششون پایان میشد به کتفشون میرسید. حاضر ببینید، هر کس ببیند از نرمی گوش تا کتفش تقریبا 10 سانتی متر است، یا نمیدونم 6 سانتی متر است. همین خیلی گردنی بعضی و دراز بعضیش کوتاه. یعنی موی پیامبر اگر درازی سخت شود تا همین کتفشون می آمد، از کتف دراز شده به پا نمی رفت. از همین جهت موی مرد درازی بد شود هم که تشبیه به زنها شود درست نیست. تشبیه به زنها شود درست نیست. موی پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه درازترین حالتی که شد به کتفشون می رسید. وقتی که به کتفشون می رسید پیامبر کوتاه میکردن تا نرمی گوش، کوتاه میکردن، یعنی تقریبا 6-7 سانتی متری موی درازیشون رو میبریدند، کوتاه میکردن که مویشون به نرمی گوش میرسید. هم خیلی میسود، با دراز میشد، با کوتاه میکردن. فقط دراز سرد نمیدادند مویشون رو پیامبر صلی الله علیه و سلم به مانند زنها. اعوذ بالله من ذلک. پیامبر بار دیگر میگم تشبیه کردن رو در این مسئله من کردم. از همین جهت موی پیامبر درازش همین بود، تا همین جایز است، تا کتف جایز است، از این زیاد دو جایز نیست. اما این سنت نیست. اگر این رو همچون اقتدا به رسول الله کنید خیر است، لیکن این سنت نیست. این عادتی همون وقت بود. بارک الله فیکم.